سلام بچه ها، خیلی خوش آمدین به یک ویدیوی دیگر از چینل یوتیوبی افغان کلش. خب دوستا، امروز در این ویدیو میخواهم براتون آموزش بدم که چطور میتوانیم در یک هفته یک تا یا بیشتر از یک تا جیم باکس داشته باشیم. خب دوستا، اگر میخواین این روش یاد بگیرین پس تا آخر ویدیو با ما همراه باشین. خب دوستا، در قدم نخست خودتون که میدونین جیم باکس یک منبع خیلی مهم در کلش آف کلنز است که کلش آف کلنز هر ماه یک یا دو بار این منبع را به ما ارائه میکنه و ما میتوانیم با هر بار حذف کردن این جیم باکس میتوانیم 25 تا جیم به دست بیاوریم. خب دوستا، امروز من میخوایم براتون آموزش بدم که چطور میتونیم در یک هفته یک یا دو بار از این جیم باکس ها داشته باشیم. خب دوستا، در قدم نخست بالای این جیم باکس ما کلیک میکنیم. ببینید دوستا، روی حذف میزنیم. ببینید این رقم و این را دقیقا روی ثانیه یکم لغو میکنیم. خب دوستا، یک دقیقه صبر میکنیم تا ثانیه ها پر شوند. ببینید دوستا، و روی لغو کلیک میکنیم این رقم. خب حالا دوباره جیم باکس حذف میکنیم و این بار میمونیم که جیم باکس ما کاملا حذف شود. ببینید دوستا، این روش خیلی هم واقعی است و خودیم تستش کردیم. 4 روز بود یا 3 روز بود برای ما یک تا جیم باکس داده دوستا. ببینید این بار جیم باکس ما تکمیل حذف میشه. ببینید جیم باکس ما حذف شد و برای ما 25 تا جیم داد. خب دوستا، این بود ویدیوی امروز ما. تا ویدیوهای دیگر، الله یار و نگهدار شما.